گرفته شده از یک داستان واقعی. نشم اذیتم نکن دیگه قربونت برم. اومدم کار کنم 2 قرون پول در بیارم جایزیه بگیرم سرویس شدم به خدا. تو اسنپم حسابم منفی 70,000 تومان. خب اجازه بدین داستانو از اول براتون بگم. تو یکی از شبای گرم تابستون که درگیر فیلم دیدن بودم داشتم با خودم فکر میکردم که یعنی میشه منم یه روزی اسپایدرمن بشم و بتونم در حد خودم در حد توانم کمک کنم به مردم تا زندگی راحت تری داشته باشن. آخی بوام دست کدوم گروهی هستی؟ بیا سر کوش کارت دارم. همیشه دوست داشتم یه اسپایدرمن واقعی باشم ولی این اصلا ممکن نبود. یعنی میشه منم یه روزی کارتو باشه. کل ذهنم پر شده از اسپایدرمن. یعنی میشه منم واقعا یه روزی یه اسپایدرمن شم؟ ساعت 8 صبح. سرم گیج میره، عجیب سرم گیج میره. سرم سنگیج. من گیر کرده کلم این تو. کلم گیر کرده میگم. کسیشو بره سرم. چیه سر من؟ عکسه چی میگه رو گوشیه من؟ چه اتفاقی داره میفته؟ امروز اومدم راه و روش یه اسپایدرمن واقعی رو بهم نشون بده. استایلم اول چطوره؟ بهم بگو لباسام اوکی هست برای اینکه اسپایدرمن باشم یا نه؟ چرا فرض اسپایدرمن بود؟ چرا؟ حل. اولین کاری که من باید برای اینکه اسپایدرمن واقعی باشم چیه؟ بهم توضیح بده لطفا. من به عنوان یه اسپایدرمن خب ساعت 9 صبح بیدار میشم. اول میرم یه اسپایدرمن تریدی خودم میزنم. بریم بزن. جان واکنش ببخشید دارم یاد میگیرم تازه دارم بهش عادت میکنم. میدونی چی میگم؟ یه خورده برام سخته که بخوام همه این چیزا رو هندل کنم. الان اینو بخوری بستنی اسپایدرمن برند خودمونه. الان اینو بخورم. خب بلکه شاید یکم شبیه من تارم کی میاد؟ من میخوام تار بزنم. تارم کی میاد؟ فقط بزن طبیعه. چی بزنم؟ تار؟ حالا بستنی بخوریم. سلامتی آی فیلم بردار. سلامتی اسپایدر بومن. چه طعمی هست؟ کوفته رنگی. استاد یه سوال دارم. اینو من چجوری باید بخورم رو ما؟ واکنش نداری عزیزم. خب میگم من تو بیای دوزو بگیری دوز رفته. من خب تارم راه نیفتده. اصلا نمیخوام دنبال تارم راه بیفته. جوری میخوام میشم اوکی میشه. تو اصلا اونوری رفتی. تو بیناییت هم ضعیفه. ببخشید. بیا. تار زیاد زدم. صف کن. چند تا؟ برو. چند تا دیگه با برم. استاد برای شدم. استاد برم کنم. استاد تو رو خوابی خودی. اسپایدرمن نباید ضعف داشته باشه. پاپا شدم. این تار من کی میاد؟ بزن طبیعه. هنوز نمیتونم تار. یه بعد بزن. طول میکشه. اسپایدرمن بدن ورزیده داره. درست. تو نداره. درازش هست برو. درازش. بگیر پامو بگیر. بیا بالا خواهم بوست کنم. 1 2 3 4 5 چند تا؟ برو چند تا؟ پس یه بعدی چیه؟ باید بری تو مسیر ورزشی ها. مسیر ورزشی؟ کدوم یکی؟ کدوم عضلاتمو باید قوی کنم دقیقاً؟ پا دست کجا رو تار میزنم باید دستم قوی شه نه؟ همش استاد به عنوان یه اسپایدرمن دیسک کمر دارم. موره 7 تا 8 راستیت درگیره. تو باشگاه زیر اسکات درم. به نظر این حرکتی که میرم اصلا کمر لازمه برای کارمون. بزنی که بیا. اینجوری نیست. بیا برو اونور. جونم. اینجوریه. استاد این اصلا سایز من نیست. اصلا سایز من نیست استاد. خیلی کوچولویی برای این دستگاهه. پشتمو بگیر نیفتم. استاد میگم جسارتا این تسکو چیه تموم میشه؟ خیلی خستم. عرق کیه؟ آقای ماسکو داره اذیتم میکنه. آیرون درست سرش تکه. دا بیامرزمون. علی جین عشقم اذیتم نکن دیگه قربونت برم. بابا اومدم کار کنم 2 قرون پول در بیارم. عزیزم
جایزیه بگیرم. سرویس شدم به خدا. الان از شرکت در اومدم اسنپ بزنم. باشه چشم خوشگلم، من میام شب و زود. بس 2 دقیقه من میخوام کاسبی کنم بابا. یخچال مگه نمیخوام؟ گاز نمیخوری؟ بذار دیگه. خوردی؟ بیار نخور. میلون میخوام برات دلا بخورم. باشه قربونت برم. باشه میام زود میام. یه 2 تا مسافر بزنم بیام. بنزینم نداری. وای خدایا دست این زنا پیرم کردم. یه اسنپی بزنیم. منفی عزیز من خودم منفی ام. یه دشتی بده جیگرت برم منفی. نگاه کنی حساب ما. یه دشتی میخوای بدی یا گدو با تار میپیچم تا من تو باشه بابا. نونت کم بود آبت کم بود اومدی گیرم. وای تو اسنپ هم حسابم منفی 70,000 تومان. دارم 2 تا مسافر بزنم ببینم خدای ما امید تو. خدا رو شکر یکی هم پیدا که بریم دشت اول امشب رو بزنیم. جایزیه ندارم زندگیمون نابود شد. ای خدا بسم الله. سلام. آی پارکر شما هستی؟ بیاد برم. کجا تشریف می‌بردی؟ من درست زدی شریف آباد. ماشین مدلش چنده؟ فاول ندارم. می‌خوای بخری؟ فان لازمم دارم. خیلی شدیدم پول لازمم. یا خدا ببخش. خدایا نمیتونیم کاسبی کنیم توی کشور. میگه زعلم رفت. آخه من کجام ترسناک؟ آقا شما بگو من ترسناکم؟ نه به نظرم شما بسیار انسان فاضل. من نگفتم سیگار نکش. خسته شدیم آقا. ماشین مدلش چنده جسارت؟ 95. چند؟ 95. چند؟ 8 میلیارد و نیم. استاد کلوس 2025 که 8 میلیارد. اندازه یک کلوس 20-25 راه میره. شما کلوس داری؟ بله خریدار هستید شما جسارت؟ والله حقیقتا من فعلا تارامم خراب شده. این دستگاهی با هم پولیه بدم درستش کنم. هم جایزیه باد بدم. مریجن زنگ زده بود به. مریجن دوست دخترم میشناسیش؟ تو فیلم دیدیش بکنم. فیلم شما؟ بله. نه متاسفانه نگاه نکردم. کجا هست؟ یوتیوب. عمومم سال پیش مرد. سالگردشم بود. خیلی عمو بن. عمو بن. بله ایشونو میشناختم از کاسبای خوب شریف آباد بود. سوپرمارکت زیاد میومد. خیلی میدیدیش اونجا؟ بله آخرین بار اومد شیر بخره. وی گریه نکن. آی پارکر شریف آباد میرم. رسیدیم دیگه. شریف آباد برو. چرا عزیزم میترسی؟ شریف آباد؟ میترسی ببریم شریف بعد آباد؟ صاحب من اکثر ماموریتام شریف آباد میفته. من شریف آباد بپرسم. یه همسایه داریم یه روز با جی کلاس میاد، یه روز با M2 میاد، یه روز با M4 میاد. شیشه میفروشه. خب ببین از اونجایی که وضعیت جسمانی رید مال بود میخوام ببرمت یه جا که قدرتمند. خب به نظرت تارم کی میاد؟ من تارم بزن تا بیا. یعنی تارم دیگه اینجوری فایت بدم اینا دیگه درست میشه دیگه بزن تا بیا. یا استاد فقط جسارتا یه سوال دارم. شما عمده ماموریتات کجای شهره؟ اصلا شیراز کار میکنه یه جدی کار میکنه؟ نه من نیویورک هستم ولی از اونجایی که شاگرد عزیزم نیاز به کمک داشت اومدم به کمکش کنم. از نیویورک تا اینجا تار زدی؟ دیگه از لب مرز محور ساختمون بلند نداشت تاکسی گرفت. استاد بلک پانتر رو بردم میخوام بوک کنم تو. الان یه حرکتای رزمیه بیاد میدم 3 کار بیاد دست. اینجا رو با من باش. یا برو. و اومدم رو صحنه. یه دو تا حرکت بزن. من استاد چیکار داری میکنی؟ عزیز نگاه این حرکت رو اما شما داشته باش. من خودم این کارم چی میگی؟ برو ماشتی. میگم یه چیزی نداره استاد تار بزنه. من مردم کبوتی هم این چیزی. بیا تار. وایسا. تو الان اومده بودی به من بازی یاد بدی. تو نیویورک هم اینجور بازی کنی. خراب بود. با سوپرمن من کشتم. کی سوپرمن آوردین؟ کاکو مردی. بلالت کردم. دنداتو پکوندم. دقیقا کن. اوف. این هم رخ کار. این هم حرکت آخر. اما چرا میزنی چه؟ این همه من زدم فقط خونت همین یه ذره رفت. استاد مردی خب بچه خوشگه. استاد یکیه که جوجه رو آخر پاییز. ریز میمونه. دست خرابر دادم. ریز میمونه. در حدم نیستی. کلی گیم کلابو تو مورتال کمبت نمیتونم کاکو منو شکست بدن. میفهم چی میگم؟ در جریانی. احتمال نرسوندی شریف آباد. دیگه من تا پیاده کردم شریف آباد دم در خونتون اینجا اومد دنبال من هلک و ولک چیکار. از کارام بکنم. مریجن خونه منتظر کردم پسر جون.
اومدم اینجا دهنتو سرویس کنم. مشتی عریف میطلبم. فکر کردی بردی؟ گو خوردی. به جون جدم نیستی در حدم. دسته رو بده بهش استاد، دسته رو بده بهش. بیا انتخاب کن، هر چی تو بگی من اصلا انتخاب هر چی میکنم. تو بگی من انتخاب اصلا میکنم. هر چی تو بگی من انتخاب میکنم. بیشتر 200 دمیجم بدی من رفتم. بیشتر 200 تا. عزیز یه خورده اجازه هم بده خودت. وای کاکو بس من برسم زمین. ناموسم هم زمین نرسیده کاکو. اما بس یه جا آیه لگدی زدم خدای شکر. اما بی جنبه نباشتی. حالا گفتی شریف آقا ما یه 100 کیلومتر ورتر پیادت کردیم چه اشکال داره؟ اما بس بیام پایین که من خون کردی. مردم به من اعتماد کردن. من میخوام شهر نجات بدم داری عذابم میدی. تو را به حرفای آنکل بن، تو را به جون آنکل بن نزن. صحابی خسته شدم از بس کتکم خوردم خیلی گشنم حقیقت. ولی یه چیزی بهت بگم. چی؟ همیشه پیروزی به شکست ها. انگور وقتی تحت فشار قرار میگیره تبدیل به شراب میشه. اگر که تحت فشار بودی بدون بگارم چون تو انگور نیست. استاد شدیداً گشنمه دلم پیتزای نیویورکی میخواد. بیا اینجا به ما گفتی پیتزای نیویورکی پیتزای نیویورکی. بله. چی میخوای بدی شام بخوریم؟ من گشنمه. چی برو الان؟ بخور. تو یعنی چی برو بخور؟ برو بخور. آقا خیلی مخلصم. دورت بگردم. آقا شدیداً گشنمه 2 تا اسلایس پیتزا نیویورکی. آقا پیتزا نیویورکی ما هم آماده شد. 2 تا اسلایس گرفتم بزنیم چشام اینجا رو واقعا. بلزم جلوی ماشین. دست در نکن خیلی به من لطف می‌کنی. واکنش. به نظر پیتزاش به خوشمزگی پیتزای نیویورک هست یا نه؟ اینجا شیرازا. سلام. پیتزای ما رو بگیرید 2 اسلایس پیتزای پپرونی نیویورکی. Special in the world, in the Haji edition in the wood, perfect. In the perfect, in the بچه‌ها از اینجایی که تو این تایملاینی که ما زندگی می‌کنیم ما تو ایران در واقع تلپورت شدیم و ظاهر شدیم. آیرون ما نتونسته این دهن طراحی کنه براش که من بخوام باز کنم و بخورم و از اونجایی که پول دادیم ما یه اسلایس از این پپرونی خوشمزه خوشگلمون اینجوری برمی‌داریم و وسط قاچش می‌کنیم. بچه حقیقتا من پول گرفتم برای تبلیغات مجبورم خیلی ترک کنم. وای خیلی پیتزاش خوشمزه. خدا استرس از اینجا که خیلی بچه خوشگل بودی درست آوردم اینجا تتو بزنی. درد داره یواش آقا من. از اینجا که بچه خوشگل بودی آوردم تتو بزنی. خب یکم مردم ازت حساب ببرن بلکه خفن بشی. بس من امیدوارم طرحشو چجوری انتخاب کرد طرح خفنی. دیگه بعدش می‌بینی دیگه بعد هر موقع دیدیش دعام کن. دمت گرم. بده بره. آقا من داشت کار خوب در اومد چیکار؟ دور میخوام ازن قشنگ حساب ببرن و من بهم اعتماد کردم مردم. میدونی چی میگم؟ یه تمام دیگه از امشب کل ماموریت‌های بویکوتا و پایینا رو میخوام بگیرم. بیام خودت ببینم ببین تو آینه این چیزی دادم برات. ایوه با این نهایتا بچهای 2-3 ساله بچهای خواهرم شاید یه خورده‌ای حساب از من ببرن. دستت درد نکنه. خیلی زحمت کشیدین اینا بپوشونم اصلا کسی نبینه به نظرم. فکر کنم بالاخره دیگه آماده باشم برای اینکه برم ماموریت. تارم که درست نشد. ماشینم اینجا پارکه ولی متاسفانه ترافیکه. امروز راننده شخصیمو آوردم که با موتور بریم دور دور. عباس بیرم هستن. خیلی مخلصم آقا عباس. اینجا حرف بزن. قربونت برم. بعدت چم. آقا خودتونم بعدم میفهمید که چرا عباس بیرحمه. ما هم خودمون تازگی‌ها فهمیدیم. نوکرتم خودمون. خب بچه‌ها یاد استاد بخیر. استاد مأموریت خود رفت تهران. ما الان مجبوریم تنهایی شهر رو با عباس بیرم نجات بدیم. بچه‌ها خدا کنین مأمور ما رو نگیریم که اگه بگیره خشتکمون رو. حاجی سلام. آقا من واقعا نمیدونم. اما شما کمک چیز نیاز ندارین. اگه مشکلی برام پیش بیاد ترجیح میدم به بتمن زنگ بزنم. حاجی کون و قنبل کردم شبیه چیزا که خودتون میدونین. خیلی احساس خوبی ندارم حقیقتا. سلام. خیلی مخلصم. اما شما کمک لازم نداری. سلام. حاجی چقدر دارم میخوام حاجی این کلاه رو رو سرم بردارم تیکه میشه و خجالت. سلام. خیلی مخلصم آبجی. بله سلام. همون خوبی؟ خیلی مخلصم منم. عاشقتم مرد. سلام. خیلی مخلصم. کاکا کمک نمیخوای. کمک من شهر میخوام نجات بدم. میگم فقط شهر. عربی چیزی خواستین زنگ بزنین تار بزنم بیام. خیلی مخلصم. عباس سلام کار نمیکنه یواش برو. سلام. عمو سلام. سلام قربونت برم. چطوری شما؟ خوبی؟
قربونت برم. خدا وای بچه ها رو میخواستم بخورم فقط ناز بود. وای سلام بچه ها. سلام ارادتم. من شما رو جایی دیدم؟ تو نیویورک اسم میکنم دیدمت. خیلی چه سلام رفیق، حالت چطوره؟ کمک نمیخوای؟ کار بزنم برسونم تا یه جایی. کاکو سلام، خوبی؟ ارادت. خیلی مخلصم. چقدر چشات قشنگی خدایی، ماشاءالله. بزنم تخته نیست بزنم. سلام بچه ها، حقیقتا این تارام خراب شده، لینک دونیت میذارم، دونیت کنین خدا وکیلی. خیلی مخلصم. سلام. خاله چقدر ناراحت، یه خورد بخند. سلام. حالا خوب شد، خندیدی خوشم اومد. میگم خندیدی خوشم اومد. قیافت اخم تو هم بود قبلش. آقا ساب اسکرایب کنید پولدار بشم من میخرم. سی وی نوکرتم، خیلی دوست دارم، عاشقت. باسن نه مشتی چه حرفیه. دهنت سری میگیر باسن هم امضا نمید. بله بیا آقا یکی کمک می جانم. سلام همون چطوری؟ بدن قدش. قربونت برم من. وای بچه ها گرمم شد، شهر که نتونستیم نجات بدیم، حداقل خنده رو لب مردم زیاد آوردیم. اینم به نوع خودش داخل ایران یه نجات دادن و کمکه واقعا برای کسایی که نمیخندن. عاشق ریاکشن مردمم، بچه لذت میبرم به قرآن. انقدر خفنین، به جون مادرم انقدر خفن و پایه عشق میکنم.